سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از بازی فارکرای 6. تو پارت قبلی اگه یادتون باشه رفتیم جوان رو پیدا کردیم و بعد این رازی رو به ما معرفی کرد و الان هم قراره که حمله کنیم به این دیج خیلی سخت، چون بازی رو حالت هاردشه یه سخته. اصلا یه چیز معرکه غولاساییه اینجا، واقعا غولاساییه. بچه ما بهترین کار اینه که اول اون چیزه رو آف کنیم. خب این بیلبیلکیشون رو بزنیم داغون کنیم، بعد میایم چیکار میکنیم؟ حمله میکنیم. چجوری به اونجا برسم؟ من میام از این بغل از این رودخونه میریم. باشه برو بریم از توی رودخونه، همونطور که تو پارت قبلی دیدیم یه دونه حالت غاره. این آشیش غاره اونجاه که ما باید بریم تو غاره. فکر کردم پریدم افتادم پایین الان. آها شیجه، چه شیجه قشنگی زد. برو بالا. خیلی خوب، ببین مأموریتی که به ما داده اینه که یه چیزی رو بدوزیم. مثل اینکه نمیدونم حالا چی هست، نمیدونم چی اصلا نمیدونم چی. خب یه انمی اونجاه، نردبون ما اینجاه، میریم سوسکی میکشیمش. برو بالا فقط نبینه دیگه دقیقه. برو بالا بیا اینجا بابا، تیراندازی نکن دیگه. الان همه آژیر خطر فقط فعال شده یا نه نمیدونم. باید بریم بالا کسی نیاد پایین فقط، امیدوارم. اوی هستن. آژیر خطر الان فعال میشه، من باید برم بترکونمش. کسی برو اون بر دیگه بابا. برو شاتگان داره نامرد. هیل بزن سری در ببر فقط در واکنید دقیقه. من اونو بزنم خیالم راحت چه. برو اونور. دیش زدمش، خیالم راحت شد. حالا بیاین جلو، حالا بیاین تو که اوی تیر نداریم. تیر ریلود کن. از این طرف که کسی نمیتونه بیاد. خب من اینجا کمپ کنم راحت. اینجا که کسی نمیدونه. خب خدا رو اوه از اینجا ممکنه بیان، میدونی؟ بیا زدمش میدونم مرد یا نه. واه کارت داره. کارتشو به من داد. میمیر بابا. بزن تو رو خدا بزن نتیل، تو رو خدا بزنش. هیل بزن. تیر ندارم دیگه، من تیر ندارم. برو. اوه اون بامبرشون هست. اون داره فکر می‌کنم بمب میزنه. باید برم داخل این اتاقه. برو. کارتو بزن برو داخل. آها اومدم داخل. چیو باید بدوزم؟ اینو باید بدوزم. دوزیمش. حالا باید برگردیم. خب چیکار باید کنم؟ دلیور. وای بعد اینو دلیور کنیم تا اون بر. باشه اشکال نداره. فقط یه لحظه من این هم هیلم پرشه. نگاه کنم اون جونی که دارم. آره عالیه. برو بریم. و یارو از پشت ما رو میزنه که من دیگه برام مهم نیست اصلا. من میرم الان چیزی که دزدیدم دیگه. برو بریم. بزن. آها بپر بالا. باری کلا من حال کردی چجوری دستی زدم. سوار این ماشینه بشم سریع گازشو بگیرم. مزاحم نمیشی یا برو. برو. بمب داره میزنه. برشون داره میزنه. برو گاز بده که اوضاع خیته. 1 کیلومتر راهه تا اونجا. چه خبره؟ میشه برو پاچ. کجا افتاد دره؟ برو بریم. گاز جون بکن دیگه بابا. تو برو دیگه، پرواز کن. برو بریم. ای وای اینجا دریاه. از این جاده آبیا میریم که ایزی گیر کردم. برو بریم اینجا جاده هست. چرا این شکلی میشه بازی؟ وای نگاه کن ماشین داره دود میده اصلا. حواسم باشه دیگه نزنم این ور اون ور. در بود داغون شده، بره کنار. برو بریم.
بذار بریم محموله رو نجات دادیم. یا اول من میترسم این ماشینه داغون بشه تو این بر بیابون. منظوریم که اینجا بیا پایین بابا، بیا پایین. اینجا رسیدیم به آب، گند زدیم. اون پل اونجا بود. پل چیه اون؟ داداش خدا قوت. حالا چی کلاه خفنی داره داداش. نوکرتم زلمه چشش بسته بود. چقدر چشش پلک میزنه باحاله. خرچنگ میتونم بزنمشون؟ نه نمیشه. خیلی خوب، باید فعلا محمولمون رو برسونیم تا اون 300 کیلومتر 300 متر فعلا باید بریم. اینجا چه باحاله. یه گلخونه است قدیمی ها. باره پور اثار گلخونه است. نگاه کن چه قدیمیه. یعنی داغونه، در داغونه. صاحب هم داره. آقا شما صاحب اینجایی. این اگه این کوری نمیبینین چیزاش پاره شده داشت. آره دیگه اون چیزاش دیگه. حالا گرفتی چی میگم دیگه. ای داده بر من. آدم دزدی میکنین ها. یارای منو گرفته دزدیده. بخور بابا. اینجا سلطان داره. آقا شما آزادین، بفرما. سلطان این شهر منم ها. رسی برو بپر. چقدر قشنگ زندگی مردم. نگاه روستاه. کجا باید بریم؟ چه نمیپره. چقدر واقعا قشنگه. نگاه کلم کاشتن. خیلی قشنگه. برو بریم. نگاه کن با چوب حصار زدم. واقعا خیلی قشنگه. چه آفتابی میزنه. میبینی اصلا بازی داره باید حرف میزنه به جای اینکه تو با اون حرف بزنی. نمیدونم چی شد ولی خب ای والا رسیدیم دیگه. حل چشاته. یه پل چوبی که بریزه حال بکنیم اینجاست. برو گاز بده دیگه بابا. 30 متر دیگه مونده. واه رسیدیم. بله داستانی میشه بازی. امیدوارم که داستان جالبی داشته باشه. جوان داره زحمت میکشه اینجا. بله محمولت آوردم. داشت حال کردی؟ فقط من یه ذره روی این جنسیت مشکل دارم. نگاه کنید چیه؟ چه وضعشه؟ حق انتخاب نداد به من از اول بازی. نمیدونم. بکن شما فعلا کارتو بکن. عجب کتابیه. به به. چه هست مگه این کمیکی؟ چی داره میخونه؟ چی گرفته جلو صورتش؟ نمیدونم. از این تلقای چه چیز باحالی داره درست میکنه. ما داره میگه این چیه؟ سوپرموه. سوپریمو. واسه کی هست؟ واسه منه؟ اگه واسه منه که خیلی کارت درست. اگه واسه من نیست این چه آشغالیه درست کردی؟ بگو مال کیه؟ مال خودشه نامرد. ای بابا اشکال نداره. خودم بلدم بسازم بابا. اصلا چیزی چرت و پرتی ساخته بود آقای جوان. برو بریم. دست دارن. خداحافظ شما. خب الان باید چیکار کنیم دقیقا؟ ای بوف توستار. این چیه به من داده؟ چی به ما داده؟ خیلی چیز باحالی داده. چیز هرم داد. این چیز نگاه کنید. این چی میگن؟ این چی بود؟ این یارو رم به ما داد. چه چیز باحالی. فقط چیکار میکنی؟ چجوری استفاده کنم ازش؟ نکن یه دقیقه. یا آره فقط همین. اسکین داشت. اسکیناش ببینم. نگاه یه دونه این. چه اسکینه باحالیه. اسکینه. خیلی خوب. بریم ببینیم چی این یکی تفنگه چیه. آتش ساز شده بیماره. ولی اینم اسکین داره. واه گلده. نگاه چه خفنه. لوله الان فعلا بر ما. خیلی خوب. مأموریت بعدی چیه؟ الان ثابت شدم واسه قلعه که این چیزای خفن رو به من داده. باید اینجا برم. بله
خب آها نگاه کن سوپر مود. اوی اینستال کردیم که اوه چند تا چیز میتونیم بزنیم روش. چقدر جالب. کدومو بزنم روش؟ من نمیدونم. فکر کنم این نمیدونم دلم اینو میخواد، یعنی این TNT'یه که چون خودش هم یه دونه نشون داد یه دونه. نه من اینو میگیرم. نمیدونم چیه. فقط دو تا چیز بعد میتونستم بگیرم. یه دقیقه صبر کن. آره دو تا چیز میتونم بگیرم. اینجا خالیه. ای والا. یه چیز دیگه هم میتونم بگیرم. فقط کجا بود اون چیزی که میتونستم بگیرم؟ همون شد. آره چیزی دیگه نمیتونم بگیرم. برو بریم اشکال نداره. سری بعد میام و اون موقع میگیرم. اینجا هم که چیو وا نداریم. خیلی خب برو بریم. بذار این آتیشیه رو امتحان کنیم بدونه. چیزم داره از این پرتابی هم داره، یعنی چون نارنجک و آره این آتیش نگاه کنید میبینی با R1 رو بزنم. بذار این این TNT رو میخوام. دینامیت رو بذار پرتاب کنم. پرتاب کن دیگه. چجوری پرتاب میکنه؟ آها با این ببینید چقدر انفجاری. بوم 50% پاور. اون دوار دیدین. بچه ها میوه داشت درخته. نگوش چه میوه دیره. نان میوه چی؟ نارگیله. باش بزن بریم. هرچی هستی باز خودت هستی به من چی. والا خب الان باید چیکار کنیم دقیقا؟ میخوام ببینم مأموریت بعدی چیه. آها مأموریت بعدی اینجا داده بهم. باید بیام یه فست راول هم نمیتونیم بزنیم. من بغل دیگه چی. خب اینجاش سخته برم بالا الان 200. اوه خیلی بده اینجاش، یعنی جامپ نداره. حتما جاهایی رو میتونید با دست جامپ بزنی بعد بگیره که چیز داره، لبه داره خودش تعیین کرده. اوه چه باحال روی این وایسادم. روی این قرار بود لامپ باشه که نیست. چیه واقعا؟ لامپ هست. این لامپ اینا ببینیم میشکنه لامپه. نه خیلی خوب برو بریم فقط فعلا مأموریت رو انجام بدیم. برو بالا دیگه. چه گرفتاریه اینجا. نگاه نمیره بالا. این یه دیگه بابا یه دست بزن دیگه. الله اکبر. نگاه باید حتما بیام از این گله اینجا. نگاه بالاخره این یه تیکه راه دیگه نشد برم رو لامپ. خیلی خوب آقا برو بریم سریعتر اون مأموریت رو بگیریم ببینیم چیه این سری. کلا تو بازی‌های جهان بازم میدونم مأموریت رو میری خیلی خفن‌تر بهت لوس میده تا اینکه خودت بیای تکی مثلا یهویی بخوای کار کنی. سلام حالت چطوره؟ من خانم به من مأموریت داد بالاخره. باشه قبولش میکنم. واسه من که هیچ مأموریتی کار نداره. این ماشین نگاهش اینجا داشتیم. حیف. چند متره؟ 400 متر. عجب گانیه. ای وای عجب گرفتاری گیر کردیم. چاله است چه؟ ابوالفضل برو بالا بدبخت میشه. برو بالا دیگه. آها برو بریم فقط سریع. من قاطی کردم مثلا نمیتونم ببینم. برو بریم حالا همین اسبه رو بردارم برم. من اسب سیاه رو میخوام. بله تفاوت گذاشته خیلی بده. نگاه کن سیاه و سفید. وای دور بزن گاز بده. برو بالا بزن بریم. عجب جای تنگ و طولیه. خیلی خوب جامپ بزن. نه این فالوینگ رود بود جامپ نده. فالوینگ رود. پیاده شو الان من میندازی پایین. ای دهنش. ای داده بر من. خوب شد کشیدم. اونو کشیدم. میخواستم با از اون زیبلاینا برم ولی نشد. خب چیکار باید بکنیم حالا تو این؟ چه مأموریتی هست حالا نمیدونم.
میت جولیا. خیلی خب، احتمالا اینم با ما یه مأموریت چیزی میدونی دیگه. با جولیو جان قرار بذاریم. جولیو میخوره بهش خانوم باشه دیگه، نگاه کن اصلا اسم خانومانه است. بله. سلام استاد جولیو، حال شما چطوره؟ خوبی؟ شما چه مرد خفنی هستی استاد جولیو. حالت چطوره؟ من دنی هستم. سواد اسم شناسی میکم کمه. اسکیپ هم که داری، با صحبت نمیخوام بکنم، باید صحبت بکنم با دی نمیشه. خب شنیدم شما که مأموریت به ما میدی. من خیلی کارم خفنه. آره خیلی خفنم و یعنی یه چیزی فراتر از اون خفن. ما صحبت نکن، بزن بریم. تموم شد. واقعا تموم شد مأموریتمون. به من دستکش داد به من. میگه که بکنم، میگه دستکش رو بپوش. میگه باشه بریم دستکش رو بپوشیم. اوه عجب چیزایی داریم. ماسک داد به من، نگاه کن. آره این چیه؟ این دست بجاش ساعت هم دارم. آره اون آقای قول ساعت داده بود من. نمیشه دوتاشو با هم پوشید؟ نه باش، دستکش به نظرم خیلی کاربردی تره تا اون ساعته. سلام. خب الان باید شما رو دنبال کنیم.